چگونه از طراحی سایت پول در بیاریم؟ اگر شما هم به طراحی سایت علاقه دارین، این کلیپ مخصوص شماست. امروز میخوایم در مورد روش‌های کسب درآمد از طراحی سایت صحبت کنیم. خیلی‌ها فکر میکنن که کدنویسی فقط میتونه درآمدزا باشه، ولی اینکه دنیای طراحی سایت خیلی گسترده‌تر از این حرفاست. بیایید با هم بررسی کنیم. پروژه‌های طراحی سایت. شما میتونید به صورت فریلنسری یا با شرکت‌ها همکاری کنید و پروژه قبول کنید که از سایت‌های شخصی ساده شروع میشه تا فروشگاه‌های آنلاین که قیمت پروژه هم بستگی به تخصص شما داره. قالب و افزونه‌های وردپرسی. اگر در کارتون خلاق هستید میتونید قالب و افزونه‌های وردپرسی رو طراحی کنید که درآمد خیلی بالایی داره. آموزش طراحی سایت. اگر در کارتون حرفه‌ای هستید میتونید وبینارها، دوره‌های آموزشی یا ویدیوهای کوتاه توی اینستاگرام و یوتیوب بذارید. اگر شما هم روش‌های دیگه‌ای میشناسید توی کامنت‌ها بهم بگو.